این از دکوری میز تلویزیونم که عاشقشم، مخصوصا این کدو تنبل رو نگاش میکنی چقدر گوگلی‌ان. آره ولی فکر کنم به هیچ کدوم از اینا نیاز ندارم. شاید این کتابا رو بذارم باشه چون قرمزه، ولی بقیه اینا رو میارم پایین، میذارمشون کنار، میزو گردگیری میکنم تا ببینم روش چی بذارم. چقدر سخته. بچه شاید باورتون نشه ولی همون موقعی که داشتم میز تلویزیون رو تمیز میکردم حس کردم که دکوری زیاد نداریم و سوار ماشین شدم اومدم هابی لابی ببینیم میتونم چند تا دکوری دیگه پیدا کنم یا نه. به خدا سموئل دیگه منو میکشه اونقدر که پولامو و خرجاتش حال میکنم. یه دونه از این جورابا میخوام بگیرم با اول اسم خودم. من دوست داشتم یه مدل ساده‌ش رو بگیرم ولی چون سموئل از چند سال قبل خودش یه دونه اسش رو گرفته برای خودش، بچم خود شیفت است، گفتم منم با ایش رو بگیرم. باورتون میشه ایش رو پیدا نکردم. الان باید من یه شکل دیگه بگیرم و هیچ کدومشون به دلم نمیشینه. این خوکه رو نزدیک کریسمس شد و همه رو تخفیف زدن. خب اینم از خرت و پرتایی که الان گرفتم. البته به غیر از این بیلبیلک ها به نظر خودم که دیگه کافیه همینقدر. الان اینا رو دکور میکنم و بعد میرم سراغ درخت. بچه این جاشمیه رو گرفتم، طلاییه، وایب کریسمس میده. بعد فکر کنم اگه شمع قرمز بذارم روش خوشگل میشه، نه قشنگ شده. این گوزنه هم گرفتم، طلاییه و به هم دیگه میخورن. بابا نوئل رو دارم، میتونم اینو بذارم کنارشون. خب از این برم این گلای پاییزه رو در قرنم از گلدونم و این گلای زمستونی، نمیدونم اسم این گلا چیه، خلاص خیلی وایب زمستونی میدن. این گلا رو میذارم این تو. کاشی چیزی هم گرفتم برای اینجا، بذاریم ببینم. آها این بچه اینو من نگرفتم، این سلیقه من نبوده. اینو سموئل علیه چند سالیه میگه گرفتتش و هر سال استفادهش میکنه و به من گفتش که حتما از اینم استفاده کن توی دکوراسیونه. بذاریم ببینم اینجا اگه بذارم. خب بچه اینا من شومینمون که گفتم و قطعا هیچ وقت ازش استفاده نمی کنیم چون که فلوریداست و خیلی گرمه اینجا، ولی خیلی دوست داشتم بتونیم روشنش کنیم ولی اصلا تا حالا روشنش نکردیم. آها اینم نقاشیایی هم که من و سموئل از هم دیگه کشیدیم. فکر کنم توی اینستاگرام هم همتون دیده باشین. سموئل من شکل میمون کشید و من نگاه کن چقدر خوشگل و جذاب کشیدمش. اینا رو از اینجا برمی‌دارم، میخوام اینجوری بزنم اینجا، اینجوری. به نظرتون گوگلی میشه؟ خب بچه این فکر کنم اینجا جاش قشنگ باشه. بعد این توش چراغای ریزم داره که حالا بعدا میزنم به برق، میبینین خیلی خوشگل گوگلیه. بعد حالا میخوام این جورابا رو اینجوری آویزون کنم اینجا. کاش شکل هم بودن ولی حقیقتا برام مهم نیستش. خب بچه اینم از اون دکوری که گفتم خیلی گوگلیه. اینم میذارم این گوشه که این گوشه خیلی خالی نباشه. اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم، اول چراغا رو بذارم یا اون بیلک‌ها. فکر کنم اول چراغ میذارم. بچه‌ها باورتون نمیشه چقدر سخت بود بس کردن اون چراغای ریز به این درخت، ولی خدا رو شکر الان تموم شدن. حالا میریم سراغ این بیلبیلک‌ها. تم قرمز و طلایی دادم امسال اولین ساله. امیدوارم که کافی باشه. اگه کافی نباشه باید دوباره از آمازون سفارش بدم.
بیلکو بیشتر گرفته بودم. حس میکنم که کمه نه؟ خب بچه اینجا هم دستشویی مهمونمونه که اون وسایل پاییزه رو برمیدارم و میخوام این وسایل کریسمسی رو بذارم اونجا. اینو نگاه کنین چقدر گوگولیه آخه. این ننه. خب اینم از دکوری کوچیک دستشوییمون. به نظر خودم که گوگولی شد اون گوشه. این برم از این حوله های کریسمسی گذاشتم. بریم برای قسمت بعدی. چون این فندقی که گرفته بودم یه مشکلی داشت، نمیدونم شکسته یا چیه، ولی هرچی داخلش ریختم همه مایع دستشویی اومد بیرون. به خاطر همینم اینو الان میبرم چنجش کنم. بچه‌ها دکور کردن خونمون بالاخره تموم شد. الان میخوام بهتون نشون بدم که چجوری خونه رو دکور کردم و چه خرت و پرتایی گذاشتم گوشه کناره خونه. و اینکه آره دیگه خیلی پر نکردم خونه رو، چون اولین سالمونه که کریسمس رو داریم با هم میگذرونیم توی این خونه. حالا ایشالله هر سال یکم دکوری بیشتر میخریم و خونمون رو پرتر میکنیم. اول از همه این که روی در ورودیمون یه دونه از این جینگیلیا گذاشتیم. اسمش رو به فارسی نمیدونم، به انگلیسی میگن ریت بهش. خیلی وایب کریسمسی داده. و اینکه وارد خونه که میشیم اینم از درخت کریسمسمون. من که عاشقش شدم. فقط بچه صدایی که توی بک‌گراند میشنوین صدای ماشین لباسشوییمونه، ببخشید. اینجا گلوگیاهامونو گذاشتیم. اینورم درخت کریسمسمون خیلی باحال شده. فقط همونطور که میبینین خیلی جینگولی پینگولی روش نذاشتیم. حالا انشالله سال بعد بیشترش میکنیم. چند تا هم کادو آماده بود که گذاشتم زیر درخت کریسمس. اینم از دکوری میز تلویزیونمون، ساده و گوگولی. اونم از قسمت شومینمون که پتو گذاشتم، اون روی، بعد دوتا از این جورابا. روی میزمونم این سینیه رو گذاشتم که حالا روشو باید نمیدونم شیرنی، کوکی چیزی بذارم. با یه دونه هم از اون شمعای سبز. خیلی من اینجا رو دوست دارم، خیلی گوگولی شده به نظرم. دوتا هم از این بالشتک‌های قرمز اضافه کردم که یکم وایب کریسمسی بده به مبلمون. حالا بریم سمت میز ناهارخوری. البته میز ناهارخوریمون هیچ چیز کریسمسی نداره، ولی چون تازه گرفتمش و توی تیک تاک براتون ولاگ گذاشتم که چجوری میز پیدا کردم و اینا، گفتم جالبه بهتون نشونش بدم. اینم از قسمت میز ناهارخوریمون. من عاشق این میزمون شدم، یعنی واقعا خیلی دوستش دارم. آره دیگه اینم از اولین دکوری ما برای کریسمس. امیدوارم که سالهای دیگه خیلی بهتر و قشنگتر باشه. اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین و برام کامنت بذارین. Love you.